من هیچی من ترجیح میدم همون زندگی خودم را که الان دارم این زندگی را بر پادشاهی ترجیح میدم. این زندگی را به هر درجه که شما فکر کنید که توی دنیا هست من از او ترجیح میدم. برای علما هم همین میخواهم. معتقدم که عالم برگرده به شغل خودش، به شغل اصلی خودش. و من اعتقاد زیاد ندارم که عالم بره در رأس کار. معتقدم که هر کسی تخصصی داره. این تخصص بگذارید که هر کسی تخصص. انسانیت مهمه. ما روی انسانیت فکر میکنیم. انسانیت مهمه. انسانیت رعایت بشه. بعضی گفتن که یکی نوشته بود که گفتن که این بهایی مسلمان هم. گفته فلانی. گفته نه من نمیگم که مسلمان هم. یهودی هست اینجا، نصرانی هست، نصارا هست و بهایی هم هست. بهایی حق حق حقوق انسانی نداره. من میگه حقوق انسانی حقوق شهروندی. هیچ ملت را قانون سلب نکرده. در قانون تمام مسلمان غیر مسلمان اصلا خدا را هیچ قبول داشته نباشه. ولی
Şöyle.
تجاوز جنايات ولی ولایت تجاوز جنایت ولی ولایت تجاوز جنایت ولی ولایت تجاوز جنایت ولی ولایت تجاوز جنایت Dia